از بچگی شروع کردم به کار کردن و اینا البته خیلی جاها گفتم، اما من بیسکویت میفروختم، ولی نه بیسکویتی که به منظور این باشه که نیاز دارم. شاید اون تجارت رو دوست داشتم. کجا میفروختی؟ تو مدرسه 3 تا 5 سال. بعد خیلی هم ناراحت بودن، این ناظرم ناراحت بود اینا که چرا داری این کار میکنی. من مشکل مالی نداشتم، اما ذهنم همیشه این بود که ای کاش بتونم خودم موفق بشم. گفتی تو سن کم پدرت رو از دست دادی. بله. چند سالت بود؟ فکر میکنم حدود 4 سال. من از یک خانواده متوسط اومدم، شاید متوسطی که یک کم رو به یه جاهای یک کم رو پایین، یه جایی کم رو به بالا بوده. خیلی‌ها فکر میکنن که انقدر کارآفرینا دست نیافتنی ان که بقیه نمیتونن بهشون برسن. من میخوام بگم که اصلا اینطوری نیست. یعنی موضوعی نیست که حتما شما باید خیلی مشکل دار باشین، خیلی مسئله دار باشین تا بتونین موفق شید. چون جوانای ما طفلی‌ها من میبینم خیلی جا میگن که بابا یارو میبینی از کجا به کجا رسیده، خیلی کار سختی. واقعا کار سختی نیست. هیچ رستوران زنجیره‌ای نیست که از یه دکه شروع نشده باشه. ما میخوایم همیشه خیلی بزرگ شروع کنیم. من با 8 نفر شروع کردم، الان 630 نفرم. الان اگه به من یه دفعه میگفتن سلام 630 تا پسر رو بیار، 1000 تا باگ توش داشتم. من اومدم با سیستمم بزرگ شدم. اگه الان یه اتفاق بیفته بی پول بشه چیکار میکنی؟ 3 سال دیگه همینجا. مهم نیست چی من میگیرم، مهم اینه که من چی به دست میارم.